تا حالا اسم فستیوال ناف رو شنیده بودین؟ درست شنیدین، ناف، همون سوراخ پایین شکمتون. تو سال 1969 یه رسم عجیب غریب تو استان هوکایدو شروع شد به اسم رقص ناف. چون اونجا یه شهر برفی و سرد بود، یه روزی مسئولای شهر تصمیم گرفتن یه جشنی را بندازن که همه مردم رو دور هم جمع کنه و بالاخره یه ذره فضای شهر صمیمیت‌تر بشه. بعد چون فورانا وسطای هوکایدو قرار داشت، یه جورایی ناف هوکایدو محسوب میشد. گفتن یه رقص بذاریم که توش ناف هم نقش اصلی رو داشته باشه. البته اولش خیلی از این رقص خوششون نیومد. تو اولین جشن هسودوری فقط 11 نفر شرکت کردن. ولی کم کم این جشن حسابی معروف شد و الان یکی از مهمترین جشن‌های تابستونی تو هوکایدو به حساب میاد. هر ساله هزاران نفر از همه جای ژاپن و دنیا میرن به فورانو تا این رقص رو ببینن. مثلا سال پیش بیشتر از 5000 نفر تو این رقص 2 روزه شرکت کردن و کلی آدم دیگه هم اومدن تماشا. این باعث شد این روستا هم کلی معروف شه و به خاطر همین هر ساله کلی توریست جذب کنه. رقاصا با رنگ و لباسای مخصوص و چیزای دیگه نافشون رو یه جور آرایش میکنن که انگار یه صورته. مدل‌های مختلف و خلاقانه زیادی هم برای این رقص وجود داره که همشون سادن و هم خیلی پر انرژی. این پست رو بفرست واسه اون دوستت که عاشق سفر و مخصوصا مراسمای خاصه.